وقتی من بفهمم که برادرم، خواهرم در واقع یه بخش از قلب خود منه انگار، من که نمیتونم بندازمش دور، من که نمیتونم دیگه نبینمش که. ولی وقتی من به این درک برسم که اگر امروز اون رنج میکشه در جایگاه بالحقه خود واقع شده و هستی اشتباه نکرده و اون داره مسیر خودش رو طی میکنه که به نقطه رهایی که باید برسه و من پامو از تو کفش خدا بکشم بیرون، بخشی از مشکلات حل میشه. پامونو میکنیم تو کفش خدا، میخوایم مسئولیت بودن اون آدم رو ما به عهده بگیریم. اولا که نمیتونی، هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. هر کس باید خودش رنج خودش رو به دوش بکشه. ما نمیدونیم چه روحی به چه میزان رنج نیاز داره که میاد رو زمین. بله رو زمین نمیومد، چرا میخوایم مانعش بشه؟ پس ما آدم بی عاطفه‌ای باشیم، به هم نوع خودمون اهمیت ندیم؟ نه، معنیش این نیست. شفقت سر جای خودشه. من بتونم بدون چشم داشت هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم در حد توانم بدون دلسوزی، چون دلسوزی بار عاطفی منفی داره، هم برای خودم هم برای اون آدم. رابطه دیگه رابطه سالم نیست. اگه از سر ترحم باشه، از سر دلسوزی باشه، سالم نیست. اون رابطه سالم نیست. از یه جایی شما از یه جایی به بعد نمیتونین فقط رنج عاطفی بیشتر برای خودتون و برای طرف مقابل ایجاد میکنید.